سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که جان و صحتمند باشین. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوها از چینل خودتان بیوه. دوستان عزیز، باز هم ما در خدمت شما با یک ایردراپ جدید و یکی از ایردراپ های معتبر تلگرامی به نام تو مارکت. دوستان عزیز، این ایردراپ تقریبا حدودا یک ماه قبل شروع به فعالیت کرده بود که فعلا هم یک ماه دیگه وقت داره که ای شما ماین کنین و بعد از یک ماه حاصل یک ماه خود را به دست بیارید. دوستان عزیز، این ربات در حدود همین مدت حدوداً 29 بیشتر از 29 میلیون کاربر به خود جذب کرده و یکی از ایردراپ های معتبر دارای تیگ تلگرامی هم می باشد. خب دوستان عزیز، میریم داخل خود ربات میشیم ببینیم که ربات چگونه کار میکنه و چگونه شما میتونید که توکن به دست بیارید. قبل از یک داخل ربات بریم دوستان عزیز، براتون پیشنهاد میکنیم که حتما این ربات شروع کنید و نتیجه خوبی خواهد گرفت و ما لینک ربات در قسمت دیسکریپشن میگذارم و شما میتونید از طریق لینک داخل ربات شید و در همین وقتی که مانده حدوداً 20 روز یا یک ماه شما توکن استخراج کنید و در نهایت حاصل این مدت که کار کردین را خواهی گرفت. خب حال میریم دوستان عزیز داخل ربات و میبینیم که چگونه ربات کار میکنه و چی گزینه های وجود داره. خب میریم داخل ربات دوستان عزیز ببینیم که چگونه هست ربات و چگونه کار میشه. خب دوستان عزیز، همونطوری که در صفحه میبینید اکتبر 31 اکتبر این ربات استخراجش بند میشه و لیست میشه و دیگه بعد از 31 اکتبر به احتمال خیلی زیاد شما دیگر نمیتونید از این ربات توکن استخراج کنید. خب دوستان عزیز، میبینید که داخل ربات شدیم و یکی از ربات های خیلی ساده و راحت هست دوستان عزیز. شما به راحتی و چند گزینه بسیار ساده میتونید که توکن این ایردراپ را به دست بیارین و در نهایت پول خوبی را کسب کنید. خب دوستان عزیز، در قسمت پایین شما نگاه کنید که چند تا گزینه ما داریم. اینجا قسمت پایین 4 تا گزینه هم داریم، تاسک داریم و فرند داریم یا ریفرال داریم و گزینه والت داریم. این 4 تا گزینه را داریم که ما هر یک را توضیح یا تشریح میکنیم که چی کارا میشه انجام داد. اول از گزینه والت شروع میکنیم و من قسم میایم به گزینه هم، چون گزینه هم یکی از گزینه های هست که ما از این گزینه میتونیم بیشترین توکن را به دست بیاریم. حالا میریم سر گزینه والت. گزینه والت میریم ببینیم که چگونه هست. خب در قسمت گزینه والت دوستان از وقت شما میاین اینجا. خب دوستان در قسمت گزینه والت شما میاین والت خود وصل میکنید که فعلا خود برنامه برای ما گزینه در والت بای بیت را پیشنهاد کرده که ما باید والت بای بیت از گوگل پلی یا فروشگاه گوشی خود دانلود کنیم یا پلی استور، بعد به این اونجا یک والت بسازیم، بعد به این وصل کنیم و بعدا شاید احتمالا شاید تغییر کنه، اما تون کیپر یا مایتون والت هم شاید وصل شود. اما فعلا فقط برای ما و شما پیشنهاد والت بای بیت داده. شما از این گزینه میتونید که والت خود وصل کنید. خیلی راحت است، چون ما قبلا وصل کردیم نیاز نداریم فعلا. و شما که وصل نکردین دوستان عزیز، در این قسمت یک گزینه می شما میزنید سرش کانتینیو میزنید و والتتان وصل میکنید. خیلی راحت و ساده. و میریم گزینه ریفرال و فرند. در قسمت گزینه ریفرال یا فرند دوستان شما اینجا میتونید لینک تان کپی کنید از این گزینه پایین و میتونید دوستانتان دعوت کنید. دیگه با هر دوستی که دعوت میکنین همی چیزتان 2x بالا میره، ماین کردنتان به اندازه 2x بالا میره دوستان عزیز. و این هم از گزینه ریفرال است و فرند دعوت فرند است که شما میتونین با
دعوت کردن فرین استخراج یا ماین کردن خود بالا ببرید. و گزینه تاسک ها دوستان عزیز، در گزینه تاسک ها هم هر ایردراپ این گزینه را داره. اینجا یک تعداد مأموریت ها و همچنان تاسک های بر شما میده که شما از اینجا هم بتونید استخراج کنید می توکن ربات را. خب دوستان عزیز، اینجا فقط تاسک هاست و دو گزینه داره که یکی تاسک یکی بونوس تاسک که شما میتونید که از هر دو گزینه تاسک هایی که جدید میاد شما هر روز میتونید اونا را انجام بدین، یا فالو کنی چینل، یا که مثلا این برنامه را شروع کنی. تاسکاش معمولا برمیگونه است، شما اینا را انجام میدین و توکنی که برای هر تاسک اختصاص داده میشه او را شما به دست میارید. خب میریم در گزینه بعدی. خب دوستان عزیز، قسمت دیگه ای که catch the falling stars، این قسمت برای شما ایره دوستان عزیز سعی کنید ما برایتان نشانه میکنیم. این قسمت که هست، این قسمت برای شما دوستان عزیز، این قسمت برای شما میگه که شما اگر 0.1 تن چی کنید مصرف کنید و شما هر روز امی به دست آوردن ستاره برای شما ضرب 10 میشه. مثلا اگر یالی هر روز 3 تا ستاره میته یا 4 تا ستاره، همون ضرب 10 میشه که تقریبا 20 تا ستاره هر روز برای شما میته. خب این از این گزینه دوستان عزیز، و میریم در این گزینه هم دیگه چیزی وجود نداره. میریم سر گزینه بعدی. گزینه بعدی ما دوستان عزیز گزینه هوم هست که اصل کار ما در قسمت گزینه هوم است. خب دوستان عزیز، در گزینه هوم شما متوجه هستید در بالا اینجا لول شما را نشان میده و اینجا تعداد توکن های شما را نشان میده و این در قسمت وسط این درخت و همچنین این گربه یا همستر و در قسمت پایین هم ای گزینه و در اینجا هم ای گزینه و همچنان ای گزینه که هر کدام ما جداگانه توضیح میدیم که چی کار میشه. خب دو تا گزینه بالا، یکی ای و این که چیزی کاری نداره، فقط اونجا لول شما رو نشون میده و اینجا تعداد توکن شما رو. اما گزینه بعدی درخت و این درخت و همستر و این گوجه یا بانجان رومی در پایین که هست دوستان عزیز، این سه گزینه با هم دیگه یک جا کار میده. مثلا دوستان هر روز این ربات یک کد میده، شما کد میزنید، مثلا کد هر روز فرق میکنه. مثلا میگه 2 تا ضربه روی درخت، 1 تا ضربه روی گوجه یا روی بانجان رومی. میگه مثلا 1 تا ضربه روی درخت، 2 تا ضربه روی گربه. و همین قسم اینا استفاده میشه و دیگه کدام کاربردی نداره. خب این گزینه ها کدام چیزی نداره. میریم سر گزینه بعدی دوستان عزیز، این گزینه ماشین حساب. دوستان عزیز این قسمت که هست این گزینه دوستان میریم میزنیم ببینیم که چی کاربرد داره. خب دوستان عزیز، در این قسمت شما گزینه اسپین دارین که هر روز برای شما 3 تا اسپین میده که همین 3 تا اسپین هم با داشتن ستاره شما میتونین از این اسپین ها استفاده کنید. اگر ستاره نداشته باشین باز نمیتونین استفاده کنید. دوستان نگاه کنید اینجا ستاره در بالا در این قسمت ستاره هست. شما با داشتن این ستاره که هر روز برای شما میده میتونین اسپین کنید. و گزینه روبروی اسپین که هست اینجا گفته اسپین 5 باز پهلوش است. اینجا که هست هر روز مثلا برای شما تعداد اسپین های رایگان میده که شما میتونین از این استفاده کنید. و گزینه پایینش دوستان از گزینه پایین که گفته 5x اسپین 5x اسپین قبلا 2520 بوده، 20 تا ستاره مصرف میکردین که اسپین از ضرب 5 میکردین، اما فعلا فقط 20 تا نیاز دارین که شما اسپین از ضرب 5 کنین. دوستان ببینید من سری از این گزینه میزنم ببینید که چی برای ما و شما میگه. وقت سری گزینه بزنید دوستان سعی کنید در پایین گفته که شما باید 20 تا ستاره بخرید و میتونید با خریدن 20 تا ستاره این گزینه را فعال کنید و اسپین هایتون ضرب 5 کنید. و در قسمت مورش هم گفته اگر میخواین ضرب 10 کنید اسپین هایتون 40 تا ستاره مصرف کنید. اگر میخواین که ضرب 50 کنید اسپین هایتون
190 تا ستاره باید بخرین. خواهی گزینه رو فهمیدین دوستان عزیز. میریم به پایین. گفته اینجا گزینه تاپ ریوارد. تاپ ریوارد یعنی دمی اسپین کردن شما میتونین که تا 100 تا ستاره هم به دست بیارین که او هم شاید به مو اسپین ضرب 10 یا ضرب 50 باشه. اما اینی استاندارد ریوارد در پایین که هست، این معمولا شما با اسپین هایی که انجام میتین میتونین یا 10 تا ستاره بدین یا 5 تا ستاره یا 1 تون بد یا 0.1 تون به دست بیارین یا همچنان 29 تا تومیتو یا هم از توکن خودی رو باید به دست بیارین. همین قسم ای جوایز دیگهش. این بود گزینه ماشین حساب یا گزینه اسپین. خب در قسمت پایین دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا گزینه بعدی. گزینه بعدی ما شما این گزینه است. در این گزینه شما این یک نوع بازی داره به شکل بازی بلوم. شما میرین اینجا داخل از این بازی و این بازی رو انجام میتین و از اونجا هم توکن به دست میارین. دوستان عزیز ببینید، سری این گزینه بزنید و اینجا بیایید. دوستان نگاه کنید، اگر سر این ستاره ها بخوره کلیکتان شما میتونید استارت کنید و اینا رو از بین ببرید و اگر چی نکردین سر ستاره نزدین، همین قسم باید به سرعت اینا رو از بین ببرید و توکن به دست برید. و اینجا برای شما یک چند تا از این بام ها هم میاد که شما روی از او اگر بزنید پس هم هر چقدری که ماین کرده بودید صفر میشه، یعنی منفجر میکنه، صفر میکنه. این بود هم از این گزینه دوستان. ببینید که من چند تا میتونم که به دست بیارم. دوستان من 210 تا تانستم که از این به دست بیارم، از این 210 تا. و همین قسم از این گزینه هم شما میتونید که توکن این بازی را به دست بیارین. و این گزینه پایین دوستان عزیز، این گزینه پایین از این آخرین گزینه در قسمت هوم هست دوستان عزیز. این گزینه پایین، این گزینه امو استخراج غیر فعال شماست، یعنی زمانی که شما آنلاین نیستین یا آفلاین هستین این برای شما استخراج میکنه. حدودا 3 ساعت یا 4 ساعت بعد شما هر 3 ساعت 4 ساعت بعد پر میشه، شما باید بیاین این را بگیرید و دوباره سر شروع میشه. خب دوستان عزیز، این بود معرفی ایردراپ تو مارکت که یکی از معتبرترین و بهترین ربات ها یا توکن ها خواهد بود. خب دوستان عزیز، اگر خواستین که این ربات شروع کنین باز هم وقت دارین، فقط 20 روز یا 1 ماه وقت دارین که استخراج کنین. پیشنهاد میکنم که حتما شروع کنید، خیلی معتبر است و پشیمان نخواهی شد. خب یک جهان ممنون دوستان عزیز باز هم که تا این دم با ما بودین. اگر سوال پیشنهاد داشتین در قسمت کامنت بنویسید، من انشالله جواب میدم. خب فعلا وقت شما بخیر و روز خوش داشته باشین.